در روزهای عقد نکاح در ناحیه سوق حالتهای گروه شده به سمت مقابل حرکت کردن رانندگان جوان با سرعت بلند و بی رعایت قاعده‌های راه بیشتر به نظر رسیده ایستادند و این واقعا به حد نگرانی رسیده است. چند پیش در راه بین دهه‌های دهویران و طول ماشین داماد و عروس به داخل حوض سرازیر شد. این حادثه شاهد آن است که هر گونه حرکت غیر قانونی نقلیات میتواند حیات آدمان را به خطر اندازد. برای پیشگیری از چنین صدمه ها رعایت قطعی قاعده های راه و تامین امنیت در مراسم های عقد نکاح باید حتما تامین شود. هرچند مسئولان محلی کارمندان خدمات بی‌خطری راه و گروه‌های کاری برای پیشگیری صدمه‌ها تلاش می‌کنند، رانندگان در بسیار حالت‌ها به خطرها و قاعده‌های راه بی‌پروایی نشان می‌دهند. هر یک حرکت خطرناک ما نه تنها حیات خودمان بلکه حیات دیگران را نیز تهدید می‌کند، یعنی زیر خطر می‌گذارد. حادثه‌ای که چند پیش در راه بین دهه‌های دیویران و طول روی داد واقعاً هم دهشتناک بود. شکر خدا که کسی آسیب ندیده است. ماشین داماد و عروس که در نتیجه رعایت نکردن به قاعده‌های راه یا حرکت با سرعت بلند با ماشین دیگری برخورده به داخل حوض یا کانال کناری راه سرازیر شد. اما پس از این حادثه با وجود خطرناکی آن تا امروز جوانان در روز عقد نکاح از چنین حرکت‌های خطرناک دست نمی‌کشند. یا پدر و مادران فرزندانشان را نصیحت نمی‌کنند یا می‌کنند و گپشان نمی‌گذرد، یعنی نصیحتشان کار نمی‌دهد، حالانکه رعایت نکردن به گفته پدر و مادر گناه بزرگ و نابخشیدنی است. این حادثه ثابت می‌کند که به اعتبار به قاعده‌های راه و سرعت بلند چگونه می‌تواند حیات آدمان را به خطر اندازد. هر یک حرکت خطرناکی که ما می‌کنیم می‌تواند به فاجعه تبدیل یابد. وقت رسیده است که ما باید مسئولیت خود را حس کنیم، برای امنیت راه‌ها و حیات آدمان احتیاط کنیم و از عمل خطرناک خودداری نماییم. اما به جای آنکه این حادثه‌ها عبرت باشند و چشمانمان را گشایند، ما باز هم بی‌پروا می‌مانیم. با چنین حالت‌ها چشم پوشی های ما و شما البته روز چشمانمان را می‌گشاید. پس از این واقعه ناخوش هم متاسفانه حالت‌های جلب ماشین‌های زیاد در روز عقد نکاح به نظر می‌رسد. خادمان خدمات بی‌خطری حرکت در راه ناحیه سوق کوشش می‌کنند که پیش راه حادثه‌های ناخوش را گیرند. آنها ماشین‌ها را سنجیده حجت‌های رانندگی و اجازتنامه برآمد به عقد نکاح را که تنها از جانب رئیس محله برای 4 ماشین داده می‌شود مورد تفتیش قرار می‌دهند. اما باز همان حالت رانندگان بدون حجت رانندگی و یا به اجازتنامه برای برآمد به عقد نکاح واسطه‌های نقلیات را اداره می‌کنند. red davomida zaksda qatnashgan transport vositalar ruxsatnomasiz zaksga chiqqan, bir nechta haydovchilik guvohnomasi yo'q, transport vositalarini boshqarish huquqi yo'q shaxslar boshqarishni aniqladik. Asosiy maqsadimiz yo'l transport hodisalarini oldini olishga qaratyapmiz. Hozir tumanimizda sizlardan so'rab qolamizki, haydovchilik guvohnomasi yo'q, ya'ni farzandlaringizga boshqa fuqarolarga bermanglar deb so'rab qolamiz. Ota-onalar farzandlarini o'z nazoratlariga olishlarini so'rab qolamiz. Jarayon maydonchasiga mana ko'rib turganlaringdek transportni boshqarish huquqi, ya'ni haydovchilik guvohnomasi yo'q, o'qimagan, pravasi yo'q haydovchilarni mana jarayon maydonchasiga bitta olib kirilyapti. Buni jarimasi 5 akalatdan 10 akalatgacha. چندی از ماشین‌ها که راننده‌هایشان حجت‌های ضروری نداشته یا قاعده‌های راه و حرکت را ویران کردند به میدانچه جریمه‌ای آورده شدند. نسبت به آنها البته در دایره قانون چاره‌ها اندیشیده می‌شود، اما هدف اساسی نه تنها جریمه بلکه پیشگیری صدمه‌ها و حالت‌های ناخوش در راه میباشد. به علاوه چنین عمل‌ها نه تنها وضعیت خطرناک حرکت نقلیات را به وجود می‌آورند بلکه می‌توانند باعث افزایش جدی تصادف‌ها شوند که از آن جمله به هلاکت آدمان، جراحت‌های جدی فیزیکی و مولوی برخی از اشتراکچیان حرکت و آدمان غیر انتظار که در ساحل راه قرار دارند آورده رسانند. صدمه‌های نتیجه چنین رفتارها می‌توانند به همراه با خسارات کلان به تجهیزات نقلیاتی و انفراستراکچور راه‌ها نیز آورده رسانند. بعد به میدانچه جریمه‌ای وارد کردن ماشین‌ها عذر می‌پرسیم، دیگر این حالت تکرار نمی‌شود. عیب من می‌بخشید. گویی‌های رانندگان و نزدیکان آنها اوج می‌گیرد. پیروی خط زکس برمیدم نفهمم عذر خطا هم گذاشته است. دیگر این حالت تکرار نمیشه. انا امروز واقع دیده محلنده دیگه محله و ابراز شده کار چون که ما 4 تا ماشین رخصت دادگی سپراو کرده بوده پروفیلاکتیک اینسپکتور کتی هم گایو بو پتوفته میتیم که بین آدم 4 تا ماشین افته ها امروز حالا من 4 تا رخصتیم 18 تا ماشین که برآمده این نقضان عبارت من باشکن افسوس کشته است. دارم اجازه
خودشون در اینجا اولان پدر مادرشون خیلی حالتند خواطرش استودیا همه التماس میکنم من که از پدر مادرو همون 4 دونه محله رخصتگی پروفیلاکتیک اینسپکتور رخصتگی ماشنا ها برام برو درمون اول زویتش نبرون خودم صاحب تویم نظارت کرده کار هم فرزندش ماشنا چند تا برام اساس قانون درشون درگیده برای همه میگفتم که هم جریمه صاحب خونه هم جریمه کشته کار وقتی که جریمه رو میسپرید ماشین رو از میدانچه جریمه‌ای برآورده ممکن است. خیر اگر شخص ماشین زمانوی داشته باشد برای جریمه پول هم دارد. شاید از جریمه سپریدن نترسد زیرا او پولدار است، اما خدا نگه دارد اگر حرکت او به حیات یک نفر خطر ایجاد کند پس پول او و ماشین گرانبهای او یگان کمک میکند. خلاصه از شما عزیزان